دیگه مثلا این بود که استاد از پشت امامی که یعنی که غلط میخواند نگون اشکای گروه دارن میگیم اما پشت همین نماز خوندن نماز هم خفتن ترابیه خفتن درسته نماز قبول میشه و که خود ما در اکنون راه بخونیم اکنون این طرفش تا قیامت همه خیلی امام های منتظر شوید دیگه اکنون قرائت از درست کم یابید الله المستعان چون که یکی از علامت های قرب قیامت است نزدیک شوی قیامت است که برای شما آدم های امامتی میکنن که شما از امامتی آنها راضی نیستید در صورتی که آنها درست خواندن برای شما هم ثواب برای آنها هم ثواب در صورتی که آنها غلط خواندن فعلیهم ولکم بر ضرری آنها بر فایده شما افتاد یعنی برادرای عزیز مسجد حق دارد جماعت مسلمان ها بر بالای ما حق دارد ما به خاطر یک امام شده یعنی حق مسجد حق راهروی به مسجد این در مسجد عبادت های بزرگ انجام میاد مقصد شریعت از نماز جماعت بسیار بزرگ است شما این هم یک وسوسه های شیطان هم هست امام خطا میخواند بهترش در خانه میخوانم با همین از نماز جماعت دور میشید از جماعت که دور شدید آهسته از دین دور شده هم میگیرید به هر حال یعنی حرکت کردن در کار که به جایهای مناسب گفتن در کار که امام مناسب بماند اهل و سزاوار امامتی کنه کدام برادری که سزاوار امامتی نباشد علم ندارد امانت ندارد نکند امامتی قرائت کرده نمیتواند تجوید ندارد رود مردکاری دیگه کار کند مانه یه آدم حافظ قرآن که سالها عذاب کشیده در غریبی و در قاریخانه های رستی و گرگی و گریخته و به عذاب حفظ کرده است اون گذرد آخر برای چی سزاوار باید در قفا خواند و یا آدمی ناسزا در پیش غلط خواند شکایت کنید نگذر گوید انکار کنید کسی امکانیت چه داره کسی ندارد به یک آدم میرسانید که اون دارد همین امکانیت به هر حال کوشش کردن در کار که به مردم حافظترین آنها امامتی کند بله نه که استاد نمازم درست میشه انشاءالله نمازتان درست است